علیکم به عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. خیلی خوش اومد به ویدیو جدید کامتالا. تو این ویدیو میخوایم چی کار بکنیم؟ میخوایم نیواد سورپرایز کنیم. ویدیو یادتونه دیگه من به نیواد موتور آموزش دادم و خدا رو شکر بلدم هست و فلان اینا. میخوام براش موتور بگیرم الان. نه از اون موتورا که تک چرخ بشه زد و فلان و اینا. چند تا موتور رو گذاشتم کنار، دیدم اوکی ان و فلان و اینا. الان باید بهشون زنگ بزنم و بهشون بگم که آقا میخوایم بریم برای بازدید و این حرفا. هر کدوم خوب بود میریم میگیم. بچه‌ها اولین موتور رو رفتیم دیدیم، داغون بود. یعنی اصلا یه بعضی فاجعه. محمد که گاب از موتور بارشی. محمد بگو. لگن. اومدیم موتور دومیه. نیما آروم باش نیما. اومدیم موتور دومیه رو دیدیم، خداییش سالم بود ولی پر خط و خش. من عکسشو دیدم که آقا سالم، رنگ خوشگل، عجب چیزیه. چه اومدیم میبینیم یه ورش اصلا تو ترک، یه ور قاپش اصلا پریده. بعد میگم آقا تو عکس چیز بود. تو رو قرآن به من بگه محمد، بگه چی خوبه. برگشتی میگه نه اون عکسو فتوشاپ کردم. موتور هلو یعنی خیلی خفن بود. باهاش صحبت کردم. کنار اومد یارو. آره خیلی خوب. حالا منتظر کارشناس باشیم. زنگ زدم کارشناس، نیم ساعت دیگه میاد. یه صدایی در بیار. درسته. خیلی لطفه. نیوادو بیاریم و امیدوارم فقط نور رو از دست بدیم. اگه از دست دادیم طبق معمول دایورت میکنیم به یارو. وای یادت چگیری. وای خدا محمد این چیه؟ حد میزنی تو چیه؟ حد میزنی تو چیه؟ نزدیک نشو، نزدیک. حد میزنی تو چیه؟ تو چرا استرس؟ من احساس کنم گره اینو واکنم یه چیز یقمو میچسبه. واکنم؟ واکن. بسم الله الرحمن الرحیم. موتور جدید خریدی؟ چرا گریه میکنی خره؟ چرا؟ نه با عجب خریه. یه قد کن میدم چرا گریه میکنی؟ شاکرتیم بابا. قربونت دارم مبارکت باشه. دیگر تو بخورم من بابا. عجب بابا خریه. مربی نیما مربی خیلی خوبه. بابا عجب خریه. بچه ها همچنان باز به گو خوردن افتادم بابت کاری که کرد. یه آرزویی میکنم واسه همتون، خدا وکیلین از ته قلبم بهتون میگم، خدا یه رفیق مثل نیما بده بهتون. بابا یه رفیق واقعی مثل نیما داشته باشین به همه چی میرسیم. گنگ. این حرف از ته دلم بود. یا آقا عشق تو چکریم.